سلام میکنم به شما بینندگان عزیز. توی این چند هفته گذشته سید علی رفته بود تو منطقه آفساید، خیمه زده بود بیا و تماشا کن. یعنی کار از پرچم و سوت و اینا گذشته بود. آقا ما اصلا این پرچم رو گذاشتیم کنار چون دیدیم جواب نداره. به این وضعیت میگن آفساید مزمن. اوضاع طوریه که نظام از یک تحریم در نیومده تالاپی میفته توی تحریم دیگه. این هنوز اجرایی نشده، باز دوباره بعدی. خودشون میگن که توی سیاه چاله ای از تحریم افتادن که تهش پیدا نیست. تحریم کاتسا که ظاهرا شروع میشه اجراش، ظاهرش اینه که میگن ما میخوام فقط سپاه رو به دلیل اینکه بی‌ثبات کننده در منطقه هستش و استفاده از موشک میکنه و موشک رو توسعه میده اینو تحریم کنیم. ولی مکانیزم تحریمش رو به صورت سیاه‌چاله‌ای و به هم متصل تنظیم کردن. هر کسی که با سپاه کار بکنه در واقع تحریم میشه. مثلا شما فرض کنید قلعه‌گاه خاتم داره تو کشور ما خیلی پروژه انجام میده، مثل صد و نیروگاه و پالایشگاه انجام میده. خب اینا رو که خودشون همه رو انجام نمیدن، بخش زیادی شرکت‌های بخش خصوصی هستن که انجام میدن. اونا میگن وقتی که سپاه اومد توی لیست تحریم، قلعه‌گاه خاتم هم توی لیست تحریمه. وقتی هر کسی با قلعه‌گاه خاتم بکنه اونا هم توی لیست تحریم. یعنی مثلا 5000 تا شرکت دارن با قلعه‌گاه خاتم سپاه کار میکنن، یعنی 5000 تا شرکت مورد تحریم واقع میشن. بعد تازه به سپاه و همین 5000 شرکت ختم نمیشه که هر کیم که به اینا خدمات بده اونم میره توی تحریم. مثل دومینویی میمونه که از سپاه شروع میشه ولی تهش به وزارت نیرو و بانک ها میرسه. پس ما میمونیم سر یه دوراهی که یا سپاه بایستی داخل کشور تحریم داخلی بشه، موشکی، وزارت دفاع، نهادهای انقلابی دیگه تحریم بشن، یعنی ما خودمون به دست خودمون تحریم کنیم و نداریم توسعه بده کنن، یا چی؟ یا هر کس با اینا کار کنه تحریم میشه. کاتسا خیلی صاف و سادهش میشه این. و در واقع این همینجوری که ادامه میکنه. مثلا شما فرض کنید وزارت نیرو به پادگان‌های سپاه برق میده و آب میده، بعد سپاه میخواد بره قبضش رو پرداخت کنه به بانک، میگن خب بانک اومده خدمات داده به سپاه پس بانک باید تحریم بشه. وزارت نیرو برق داده بعد وزارت نیرو تحریم بشه. بنابراین این یه تحریم بسیار خطرناک اقتصادیه. باید اگر بشینیم و همینجوری فکر کنیم که هست نیست میشه نمیشه، پس در واقع این تحریم رو همینجوری به داخل خودش میکشه و یه اقتصاد ایران به صورت کلی تحریم خواهد شد. وایسا کل اقتصاد ایران تحریم میشه؟ قرار نبود که. ما یادمون نباشه ولی انگشت بنفشه یادشونه که شیخ فرید تو همایش انتخاباتیش میگفت تحریم بر نمیگردد و نمیدونم آب و صابون میخواست بیاره و منظورش کدوم تحریم بود؟ پس کاسبان تحریم ناراحتید؟ میخواید تحریم برگردانید؟ تحریم بر نمیگردد. چجور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟ ولی با این خبرایی که این روزا میاد، آب و صابون که سهله. اگه یه من وایتکس و اسیدم بیاری قیافه گلمالی شده سید علی شسته نمیشه. تحریم بر نمیگردد. الان یه فشفشم بفرستی هوا اون چنان تحریمی برمیگرده تو صورتتون که اسمت هم یادت میره. همزمان خبرگزاری رویترز از تدوین پیشنویس طرحی در سنای امریکا خبر داده است که بر اساس آن در صورتی که ایران مانع از بازرسی بازرسان آژانس هسته‌ای از هر مکانی که می‌خواهند بشود یا موشک بالستیک آزمایش کند، امریکا به بهانه داشتن قابلیت حمل سلاح هسته‌ای می‌تواند تحریم‌ها را مجدداً اعمال نماید. یعنی میگه سپاه دیگه آزمایش موشکی هم نکنه؟ مگه میشه چنین چیزی؟ مثل این میمونه که به سگ بگی گاز نگیر. این همه گزارش از شهر موشکی و موشک پرونی و اینا چی میشه پس؟ امروز ایران اسلامی قدرت، دقت، توانمندی و سرعت عمل فرزندان سپاهی خود را در پاسداری از مرز
اینجا تنها یکی از صدها پایگاه موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و سپاهیان اسلام هر لحظه دستانشان بر روی ماشه است. با این حساب این جوجه بسیجی چاپلوس تیویریش هم دیگه باید بره قاز بشرونه. اون روزی که این طرف داشت این جنگولک بازی ها رو در می آورد خبر نداشت که همین روغن داغ‌هایی که روی موشک ها میریزه بعدن چجوری نظام رو تعدیق میکنه. خود موشک ایرادی نداره، از دید منتقدین خارجی عرض میکنم خود موشک ایرادی نداره، شیوه بیان ما و شیوه ارائه ما ایراد دارد. ما چه لزومی دارد که روی موشک بنویسیم مرگ بر این و اون؟ این برای ما مسئله درست میکنه. ما وقتی که بحث‌های استراتژیک داریم باید بدانیم که همه چیز را باید پنهان بکنیم، نه یه شاخشون رو بکشیم. من یادم نمیره چند سال پیش وقتی که موشک شهاب 14 موشک شهاب 4 رو معرفی میکردن، اون افسری که معرفی میکرد موشک 2000 کیلومتر چیزه برد داره، میگفت تا خود اسرائیل میزنه. آقا این همه جا رو میتونه بزنه در 2000 کیلومتر، شما چرا این اسم میاری وسط که برای ما شاخ درست بکنی؟ بیان ما مشکل داره. حالا این که داره اینجوری جلز و ولز میکنه تازه جلوی پرده است. شما دیگه خودتون حدس بزنید که پشت پرده چه خبره. بعد همینم 2 قدم که جلو میره جای آبادی از اقتدار نظامی سیدعلی باقی نمیذاره. من واقعا نمیدونم که همچین جمله‌ای روی موشک نوشته شده یا نشده. ما که در چنین وضعیتی هستیم که یک پارچگی فکری و عملیاتی نداریم، ما که حتی تاکتیک نمیفهمیم چی هست، چرا باید چنین وضعیتی به وجود بیاریم که بچه خودم علیه خودم بهانه بده به دشمن من؟ چه لزومی داره؟ بعد اسرائیلیا بعد آورده اون تیکر بزرگ کرده، دینا راست میگه نوشته مرگ بر اسرائیل. ظاهرا توی این وضعیت تیویریش میخواسته یه برنامه درست کنه که به پاسدارا دل بده، ولی اینو که آوردن بدتر زیر دلشون هم خالی کرد. عرض من این است که همه دولت‌ها پنهان میکنن مقاصدشون رو، که استعدادهای نظامی رو پیدا میکنن. یکی از سرداران برجسته ما میگفت اگر امریکا چنین بکنه ما از اون 8000 موشکی در رو. آقا تو چرا آمار میدی؟ خب آمارم ندن، پس دیگه این موشکا به چه درد میخوره؟ این حلبی‌ها فقط به درد آمار دادن میخورن و اینکه باشون رژه برن، وگرنه خودشون هم که میدونن که توی عصر لیزر و جنگ ماهواره‌ای این موشکا که حرفی برای گفتن در مقابل قدرت‌های جهان ندارن. به خاطر همینه که الان توی سطح جامعه این سوال مطرحیه که چرا باید نظام این همه خرج توسعه موشک بکنه وقتی که حقوق و پول سپرده‌گذاران رو نمیدن و اعتراضاتش تو کف خیابون خاموش نمیشه. که برخی منتقدان معتقدن که به هر حال چرا برنامه دفاع موشکی که طبعا هزینه بر مسئول هم در شرایطی که نیاز به توسعه و آبادانی کشور داریم باید توسعه پیدا بکنه. فکر میکنم کمتر کسی است که این اصل رو قبول نداشته باشه که بدون امنیت در هر کجای دنیا، اختصاصی به جمهوری اسلامی ایران نداره، هیچ گامی رو در هیچ عرصه‌ای نمیتوان برداشت. یعنی امنیت حرف اول میزنه و فکر کنم این جمله‌ای که امنیت از نون شب مردم هم واجب‌تره یک اصل منطقی و عقلایی است. امنیت از نان شب واجب‌تره، ولی امنیت کی و امنیت چی؟ امنیت ملت یا امنیت حکومت؟ اگه به مردم باشه که اصلی ترین تهدید امنیت ملت خود شمایید. بابا روز کوروش ملت میخواستن برن پاسارگاد، کی امنیتشون رو تهدید میکرد؟ کی جلوشون رو میگرفت؟ مگه همین پاسدارا نبودن که رزمایش گذاشته بودن؟ بعد تو میخوای به اینا موشکم بدی که بعد امنیت کی رو تامین کنن؟ بابا پس این همه موتور و زره پوش و هلیکوپتر رو آورده بودن پاسارگاد برای مقابله با کدوم دشمن؟ هلیکوپتر داره گشت میزنه، مردم رو میبینه و هر جا که مردم تجمع کرده باشن نیرو میرسه. اینجا که چند نفر بازداشت کردن، نیروها گرفتن و سوار ماشین کردن. این هم هلیکوپتر یگانه که اومده دامنه کوهی که چند نفر بازداشت کردن. آقا جان اگر بحث امنیت باشه
اصلی ترین تهدید امنیت ملت همین سپاه پاسداران با همه ید و بیضاش، چون اینا جنگ اصلیشون با خود مردمه. مردمی که سنگ هم دستشون نیست براشون هلیکوپتر جنگی آورده. پس اگر مشکلی باشه، مشکل همین سپاه سیدعلیه که البته الان دیگه نوبت کمر شکن شدن. آی سپاه سیدعلی، آی سپاه سیدعلی، این روزا رو منقلی، این روزا رو منقلی، تحریم و ریخته رو سرت، شکست شد اون کمرت، وای از تحریم، وای از تحریم. یکی دیگه از ویژگی‌های شرایط سختی که نظام توش قرار گرفته اینه که توش ماهیت‌ها بیرون میزنه. مثلا این شیخ فری که تا دیروز ژست اعتدال و صلح جهانی و مذاکره میگرفت، دیگه اینجا اون روی پاسداریش بالا اومد و گفت سلاح میسازیم، زیادش هم میسازیم. و از اون طرف به سلاح‌های ما ایراد میگیرید. هر سلاحی از هر نوعی نیاز داشته باشیم در ساختن اون، در تولید اون، در انبار کردن اون و در زمان لازم از استفاده از اون تردید نخواهیم کرد. بریم چند تا از این سلاحایی که خودشون ساختن و انبار کردن رو ببینیم. موشک نوک قرمز قرقره‌ای هدایت شونده با سیمبوکسل. بله، اینم تانک برجک قابلمه‌ای یا برجک بشکه‌ای. تانک تابستونی فلاق بدون زره، بدون شیشه ضد گلوله. در واقع یک سیبیل متحرک تو میدان نبرد، ولی خب بسیار خنکه، اینو نمیشه رد کرد. تک نفره نوک مدادی که ضرباتی که با اون نوک تیزش میزنه میتونه خیلی خطرناک باشه. اینم موشک نوک مدادی تهگرد با برد باور نکردنی 1.5 متر که در رنگ‌های مختلف عرضه میشه، هم صورتیش هست هم آبی آسمانیش. و بالاخره میرسیم به زیردریایی حلبی وزغ که قابلیت حمل 2 غواص رو داره که البته باید همون 2 نفر کف دریا هولش بدن ظاهراً. خب شیخ فری میتونه به ساختن این سلاح‌ها ادامه بده، ولی اینکه اینها برای نظام راه حل باشن مورد تردیده. اما اگه بخوایم گزینه‌های جدی‌تر رو بررسی کنیم، سوال اینه که آیا سیاستی برای بیرون کشیدن نظام از این وضع و اوضاع وجود داره؟ ولی برای ترامپ و برای آمریکا و زورگویی‌های آمریکا همون سیاست کره شمالی خوبه که مرتب آمریکا رو ناگزیر میکنه، اونم با تو تهدید جنگ هسته‌ای. جنگ هسته‌ای؟ کدوم هسته‌ای؟ اونی که حق مسلم بود یا هسته هلوش افتالو؟ چون اونی که حق مسلم بود الان رفته زیر بتون. با این حساب این تنها راه حل هم قبلا از روی میز کنار رفته و بنبست تنها کلمه‌ایه که میتونه وضعیت امروز نظام رو توصیف کنه. دارم به بنبست میرسم، دارم میشم